و اون همه اینا رو کنترل میکرد و میلیاردها میلیارد ستاره وجود داره و برای هر کدومشون اسم داره و از تمام اتفاقات و حوادث خبر داره. حیرت برانگیزه. و وقتی کره زمین رو میبینی که با سرعت 1000 مایل در ساعت دور خودش میچرخه و آبها بر خشکی‌ها نمیریزن و متعجب هستی چطوره که با این سرعت اقیانوس‌ها به خشکی نمیریزن. اگه فقط یه ذره به خشکی‌ها پاشیده بشه خیلی چیزها رو خواهد شست. ولی خدا خشکی و دریا رو از هم جدا کرده و اونها رو در جای خودشون نگه میداره و میدونستم که اون هر فکری که تو سر انسانه میدونه. اون مراقب پرنده هاست و تمام موهای سر ما رو به اندازه میدونه و همه اینا تو ذهنم اومد. خارق العاده است و اون همه چیز رو تحت کنترل خودش داره. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که چرا خدا دعاهامون رو نمیشنوه یا چرا این اتفاق میفته. نه، اون همه چیز رو تحت کنترل خودش داره و اون گذاشت که من اینو بفهمم. بعدش اون اجازه داد تا قسمتی از محبتش رو احساس کنم. وقتی من با عیسی توی اون تونل بودیم برگشتم و به اون اجنه نگاه کردم. همه اونا به نظرم مثل مورچه‌های روی دیوار بودن. در حضور مسیح اون موجودات غول‌پیکر مثل مورچه به نظرم میرسیدن. اینو نمیتونم توضیح بدم که آیا واقعا سایز اونا کوچیک شد یا اینطور به نظر میرسید و به نظر هیچی نبودن. گفتم خداوندا چطور قبلا اونا خیلی بزرگ بودن ولی الان کوچیک شدن؟ و عیسی بهم گفت اونا رو در نام من میتونی اخراج کنی. و با خودم گفتم البته، جلال بر خدا، اینا داشتن منو اذیت میکردن، عیسی بزنشون. ولی عیسی به ما قدرت داده. اگه به عیسی ایمان داری نبایستی از شیطان بترسی، ولی بدون عیسی به هیچ عنوان حریف اونا نخواهی بود. به هر حال وقتی به بالای اون تونل بودیم عیسی گذاشت من پشت سرم رو نگاه کنم و انسان‌ها رو دیدم که داشتن میافتادن توی اون تونل، یکی پس از دیگری. به عیسی گفتم خداوندا همه اینا دارن میرن اون جایی که من چند لحظه پیش بودم. و اون اجازه داد تا احساسش رو برای یک لحظه حس کنم و محبتش رو نسبت به ما. و از دیدن اونا عیسی آزرده خاطر بود و من نتونستم غم اون رو تحمل کنم. خیلی دردناک بود و گفتم خداوندا بسه، دیگه نمیتونم، بسه بسه دیگه نمیتونم، تحمل ندارم. و من درد اونو به خاطر هر انسانی که در درون تونل میافتاد نمیتونستم تحمل کنم و اون به خاطر هر کدومشون گریه میکرد. اون نمیخواد هیچ کس اونجا بره. همونطور که گفتم اون جهنم رو برای انسان خلق نکرده بلکه اونو برای شیطان و دار و دستش خلق کرده و به انسان حق انتخاب داده شده و ما اینجا توی این زندگی باید تصمیم بگیریم و یه لحظه بعد از مرگ برای تصمیم گیری دیگه خیلی دیره. و اون اجازه داد که من محبتش رو احساس کنم. محبت عظیم اون پرجلال بود و من به پاش افتادم و با خودم گفتم اگه عیسی قبول نمی‌کرد که به صلیب بره چی میشد؟ همه ما به جهنم منتهی می‌شدیم، ولی چون عیسی به خاطر ما بر صلیب مرد ما مجبور نیستیم به جهنم بریم. از کاری که اون بر صلیب کرده خیلی شکرگزار و متشکر بودم. آمین. و اون گذاشت من چند لحظه اونجا بایستم و شگفتی‌های خلقت رو ببینم. من از کودکی دوست داشتم که یه روز فضانورد بشم. ایمان دارم که عیسی اون فکر منو به یاد داشت و این آرزوی قلبی من بوده. حتی اگه چیز کوچیکی بوده ولی عیسی اونو به یاد داشته و من قادر شدم زمین رو از فضا ببینم و کلام خدا میگه با خدا خوش باش و او آرزوی قلبت را به تو خواهد داد. پس اگه عیسی اون چیز به این کوچیکی رو به یاد داشته چقدر بیشتر چیزهای بزرگتر رو. خلاصه خیلی خارق العاده بود و قادر به دیدن زمین بودم و با سرعت به زمین برگشتیم و به طرف کالیفرنیا اومدیم و به خونم برگشتم. در راه اومدن با خودم فکر میکردم که الان از لایه اوزون رد میشیم و یادم اومد که فضانوردان میگن با یه سرعت و زاویه به خصوصی باید وارد جو بشن وگرنه فضاپیما متلاشی میشه. و در حین عبور با خودم گفتم واو جالبه، من هیچ مشکلی در این زمینه نداشتم.
این فکر احمقانه ای بود. مطمئنا عیسی داشته چپ چپ نگاه میکرده. فقط میخوام بگم تو عالم روح دقیقا خودم بودم و مثل همیشه افکار مختلف به سرم میزد. دقیقا همون شخصیت خودم رو تو عالم روح با خودم داشتم. خلاصه وقتی به منزلم در کالیفرنیا برگشتم، جسم بیجان خودم رو رو زمین دراز شده دیدم و این آیه به ذهنم اومد که حیات شما مثل بخاری است که لحظه‌ای دیده می‌شود و بعد از بین می‌رود. و یه لحظه قادر شدم این حقیقت رو دریابم و در اصل بخار رو دیدم که از خونم بالا میرفت، مانند بخاری که از قوری بالا میره، و با خودم گفتم واو، این زندگی ماست. مهم نیست اگه 100 سال اینجا زندگی کنیم، همش فقط یه لحظه است. و با تعجب با خودم گفتم هر کاری که در این زندگی کوتاه انجام بدیم سرنوشت ما رو در ابدیت تعیین میکنه. و اینجا ما فکر میکنیم که زندگی همینه، هر چی دلمون بخواد سعی کنیم به دست بیاریمش. و نه، این زندگی خیلی موقته و نسبت به ابدیت هیچی نیست و هر کاری که اینجا بکنیم به حساب میاد. هر نوع فداکاری که تو این زندگی انجام بدی اونجا به حساب میاد و تنها وظیفه ما اینه که خدا رو خوشنود کنیم. به هر حال توضیحش خیلی سخته و بلافاصله با خودم گفتم که هر چه سریعتر باید کاری رو که خدا ازم انتظار داره انجام بدم. زمان خیلی کوتاهه، عمر ما اینجا نسبت به ابدیت خیلی کوتاهه. بعد من وارد بدنم شدم. اصلا نمیخواستم برگردم و نمیخواستم که عیسی بره و میگفتم خواهش میکنم نرو نرو، ولی به هر حال وارد بدنم شدم. نمیدونم از طریق دهان بود یا دماغ، ولی برگشتم درون بدنم. احساس کردم وارد قالبم شدم. وقتی عیسی منو ترک کرد وحشت از جهنم بازم به این برگشت و تمامی خاطرات جهنم برگشت تو ذهنم. باید بگم زندگی با وحشت جهنم غیر ممکنه و اون وحشت تو رو میکشه و همون لحظه احساس کردم که دارم میمیرم، چون وحشت داشت جسمم رو میکشت و نمیتونستم تحملش کنم. میدونستم دارم میمیرم، فقط داشتم داد میزدم، نمیدونستم کجام و چی داره پیش میاد. و همسرم داشت برام دعا میکرد، میگه 20 دقیقه برام دعا کرده و بعد متوجه شدم که من زنده ام و تو جهنم نیستم. خیلی خوشحال بودم که برگشتم، ولی دعا میکردم که خدا این وحشت رو از من بگیره. و همونطور که زنم داشت دعا میکرد خدا وحشت رو به من یهو از من برداشت و وحشتم رفت تا بدنم بتونه به زندگی ادامه بده. همونطور که گفتم با اون نوع وحشت نمیشه زنده موند و خدا خاطره اون تجربه رو تو ذهنم باقی گذاشت، ولی ترس و وحشت رو برداشت. همون لحظه آرامش به این برگشت. البته 1 سال طول کشید که آرامش کامل رو به دست بیارم ولی خاطرات تو ذهنم مونده بود ولی وحشت رو از دست دادم. میدونید من کاملا کلافه شده بودم. میدونستم کلام خدا درباره جهنم چی میگه، ولی وقتی خودت اونجا بوده باشی و بعد دربارهش با یکی صحبت کنی و در جوابت بگه من به این مزخرفات اعتقاد ندارم، من به انجیل اعتقاد ندارم، آدم میخواد تو این حالت بزنه اونا رو تکون بده، چند تا چکیده بدن سویشون، بگه بیدار شو بیدار شو، جهنم واقعیه و اگه بیدار نشی یه روز اونجا میری. و تمام سال من کلافه بودم و مری کی بکستر اینو بهم هشدار داده بود، گفته بود که این اتفاق پیش میاد. من کاملا آتشی شده بودم و میخواستم به همه شهادت بدم، به هر چیزی که متحرکه میخواستم شهادت بدم و این چیز خوبیه ولی باید آدم کنترلش کنه. بعد یواش یواش من آروم شدم ولی همون سال اول شروع کردم به شهادت دادن اینجا و اونجا. خداوند برای هر یک از ما مأموریت و خدمتی داره و مأموریتی که به من داده اینه که همه جا برم و درباره این رویا صحبت کنم. برای اینکه خداوند قلباً نمیخواد کسی به جهنم بره، نه حتی یک نفر از شما نباید به اونجا بره، ولی این انتخاب خودتونه. بعد از این خاطره اتفاقات دیگه ای افتاد که شهادت منو تصدیق کرد و اینجا میخوام به چند تا از اونا اشاره کنم که ببینین چطور تصدیق شده.